میگیم با همه دوستداران و هواداران عالمی رنگین و زیبا و نتکراری کودکان. اینک باز در این وقت و ساعت منظور شماست برنامه پسندیده تان انگوبین از تلویزیونی بهارستان. ما در هر برنامه میکوشیم تا شما را با هنر و مهارت باز خردسالی سال 22 دیگر آشنا گردانیم و این تنها بهره بالای روحی شماست دوستان عزیز. قهرمان برنامه امروزمون رستم می باشد. او هنوز 5 سال دارد ولی نوابسته به خردسالی خویش معلومات زیاد را میداند و خیلی زیرک و کنجکاو است و شعرهای از یاد میدانسته‌اش نیز کم نیستند. خوب اگر شما با دیگر پهلوهای هنر و مهارت این کودک سال 22 آشنایی پیدا کردن خواهید، پس جریان برنامه نوبتی انگوبین را همراه باشید. سلام رستم. سلام. با برنامه ما خوش آمدید. رحمت. رستم، میدونی چی؟ همه تماشاگران تلویزیون بهارستان منتظر آنند که شما خود را زودتر برای آنها معرفی کنید و بعداً ما برنامه را آغاز نموده شعرهای شما را پیشکش آنها گردانیم. بیا تماشاگران را انتظار نمیکنیم و شما درباره خود کمی با ما و آنها نقل کنید. من رستم سفارف 5 ساله از شهر دوشنبه می باشم. تعبیر گیرنده کودکستان لقب ز و نام زیبا می باشم. آفرین. در اویلاتون چند نفرید؟ 5 نفر. پدرم، مادرم، خواهرم، باز خواهرم، خودم. 2 خواهر دارید؟ بله. آفرین. خواهرانتون چی نام دارن؟ یاسمین و مرزیه. یاسمین و مرزیه. ها؟ آفرین. خواهرانت را دوست می‌دارید؟ بله. میگفتید که درباره پدر و مادر شعر از یاد کرده اید؟ بله. کنی اول درباره پدر میخونیم شعر یا که درباره مادر؟ درباره پدر. برای چی درباره مادر نه؟ پدرتون گفتن که اول درباره من شعر خوان ها؟ بله. آفرین. مرحمت. ای پدر جان خاک پایت میشوم، در دم پیری عصایت میشوم، با همه بود و نبود و زندگی روی حولی کف پایت میشوم. سر آفتاب برآمد به خانه ما در آمد، از نوی اون شد روشن روی مادر جانی مد. ایدی مادر افیروز، ایدی مادر ایدی سوز، دعوت مادر خود همه میخوانیم سرود. آفرین. بینندگان گرامی، مادام که رستم اولین شده درباره پدرش شعر خواند، ترسید که مادرش خفه میشوند، از این رو زودک ما نپرسیده درباره مادر شعر را نیز قرائت نمودند. خب از این برمیآید که برنامه امروزه ما خیلی جالب خواهد گذشت و به شما توصیه میدیم که با تلویزیون بهارستان و برنامه انگوبین باشید. درباره پدر و مادر شعر خواندید ها؟ درباره بیبی و بابایتان چی؟ میدونم. کنی خونید؟ دویدم نیمه روزی رسیدم، ده های بابام دیدم، عکسی آن را کشیدم، آب شفاف آسمانک صافی آویزان بعدی باران میگردد رنگین کمان، یک سرش در چرچره یک سرش در پادره، دویدم نیمه روزی رسیدم. آفرین. درباره بیبیتون چی؟ بله میدونم. بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید، از روی دور می آید، بزور می آید، بیم آید مخصوصا کیسه هایش پور قلب معویز و بخش می آرد، چیزهای نقص می آرد. تمام؟ آفرین. من فکر کردم که شما ادامه میدهید باز. درباره پدر و مادر، بیبی و بابا شعر خونده ملکه ها؟ بله. میتوانید که درباره خواهرم. مرحمت خوانید. ای خواهر جان، ای بهتر از جان، برای من خود ترانه خون، حالا میخونم ترانه را از برای گل با سرچ بلبل. آفرین. بینندگان گرامی، با فکرم خود شما نیز علاقه پای بردید که رستم خیلی حاضر جواب است. من علاقه سوال رو به اتمام نرساندم. رستم جواب رو میگرداند و فکر میکنم که این البته خوب است، زیرا حاضر جواب بودن برای هر یک نفر مهم است. خب اکنون درباره پدر خوندیم، درباره مادر، بیبی و بابا، حتی خواهرکتان نیز شعر خوندیم ها؟ بله. اکنون بیاید میگذاریم به موضوع دیگر. ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان زندگی میکنیم. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر زیبا منظر دوشنبه می باشد. آفرین.
در باره جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه و عموما وطن شهر از یاد میدونید؟ بله. کنی خواند؟ تاجیکستانم در بدن جانم دستگیرم تو وقتی خندانم جایدان عشق در نهادم جز کوهد اصلا سن تیلاس تا جان باقیست که مستم من اشتهانم شعر روی دست من. آفرین. در باره شهر دوشنبه چه؟ شهری عزیزم شهری گلاباد من در کنارت حالا دل شاد در کجاهایت پا میگذارم از رونق تو در افتخارم مهری تو را من با مهری مادر از روز اول کردم برابر. آفرین. در باره شهر دوشنبه همون شعری به نهایت زیبا خوندید که در آن زیبایی شهر دوشنبه تصویر یافته است. مدام که سخن در باره وطن می رود میگفتید که مقدسات آن را نامبر کرده می توانید؟ بله. کنی مرامت؟ پرچم، نشان، سرود ملی، کتاب سر قانون. آفرین. در باره پرچم شعر میدونید؟ بله. میگفتید که پرچم از چند رنگ عبارت است؟ از 3 رنگ عبارت می باشد. 3 رنگ آن را نامبر کنید. سبز، سرخ، سفید. سرخ، سفید و سبز ها؟ بله. به نهایت خوب. کنی اکنون بیاید شعرتان را گوش میکنیم. پرچم تاجیکستان 3 رنگ کرده در بر در روی آن شکفته گلهای اختر سرخی بود نشانم از جانی تارم رنگی سفید رمزش دیبال بختیاری در رنگ سر دشت است سرزمین های کشور باید که سبز باشد این خاک ما سراست. آفرین. سرود ملی را کی نوشته است؟ شعر گلنزل کلدی آهنگ سلیمان یودکوف می باشد. آفرین رستم. اکنون شما میخواستم پرسم که کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان از چند باب و چند ماده عبارت است؟ از 10 باب و 100 ماده عبارت می باشد. از 10 باب و 100 ماده هستم. با شما قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان را نامبر کرده میتوانید؟ بله. کنی؟ قهرمان‌های جمهوری تاجیکستان اینهایند: صدرالدین عینی، بابا جان و فروغ، میرزا ترکزاده، امام علی رحمان، نصرت‌الله محسون، شیرین‌شاه شاه تیمور. تمام. آفرین. یعنی ما 6 قهرمان داریم. همه ما میدونیم که مثلا صدرالدین عینی سردفتری ادبیات معاصر تاجیک است و شعرها، غزلیات و رمان و داستان‌های خود را دارد. از این رو میگفتید که یگان مصرع شعر از صدرالدین عینی ازت کرده اید؟ بله. مرحمت. بیاید ای رفیقان درس خوانیم و بیکاری و نادانی نمونه به عالم هر کسی بیکار گردد و چشم اهل عالم خال گردد. آفرین. از میرزا ترسونزاده چه شعر میدونید؟ من یک پارچه داستان جان شیری را از یاد کردم. آفرین. خب بینندگان گرامی متوجه باشید زیرا این زمان رستم سفرов برای ما یک پارچه داستان جان شیرین میرزا ترسونزاده را قرائت خواهد کرد. مرحمت رستم. جان شیری اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز برندر به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جای زیستم. این دل من مرزی یادی تو بود، یاد روی حسن آباد دیده بود. به تو نگذشت از گلویم آهم، به تو در چشمم نیامد خواب هم. به تو هر روزی من یک سال شد، به تو دیگش کرد چون اطفال شد. به تو دیدم گرچه زیبا دختران، به تو بشنیدم سرود عاشقان. به تو در توی تماشاهاشدم، به تو گاه بلبلی گویاشتم. به تو در وسط زمان گفتم سخن، به تو در مجلس شدم دست زن. لیک در پیش نظر روی تو بود، جله های چشم ابروی تو بود. جان شیرین پرتگر جنگم مکن، اینقدر به دل تنگم مکن. رستم میگفتید که همه این شعرهای دراز رو به شما کی یاد میدهد؟ با همراه کی یاد میکنید؟ با مادرم. مادرتان؟ همین جان شیرین رو، همین پارچه رو چند روز بعد یاد کردید؟ 10 روز. 10 روز. خیلی خوب. مادرتان جنگ نمیکنند اگر از یاد نکنید؟
یگان بار جنگ نکردن. شما 5 ساله شدید ها؟ 2 سال پس به مکتب می روید. می گفتید که خواندن و نوشتن رو می توانید؟ بله. کنی حرفا رو چی میشناسید؟ بله. اثبات کنید که من خوندن می توانم. بیاید الفبای زبان تاجیکی رو برای ما از حرف ا تا ی نمبر کنید. ا ب ز گ غ د ی یا ژ ز ای د ی ک خ ل م ن آ پ ر س ت او و ف خ ه چ ج ش علامت سکته ا یو یا. بهترین. خوب رستم با ما گفتند که شما با حرفای الفبای زبان تاجیکی شعر هم میدونید ها؟ درست است؟ بله. چه خیر نه من باور نمیکنم که شما میدونید. نمیدونید با حرفا شعر نمیدونید؟ میدونم. میدونید ها؟ کنی بیا با حرف ا شعر خونه. انار شیرین 100 دانه دارد 100 دانه ای آن یک خونه دارد برچه ای من جنگلمو است با آن همیشه روزم نگو است. با حرف و وگان قطار شما را از ده بسیار از کدامش می آید دوگانه ای من گلناز. کفایت تمام؟ اکنون با حرف ر می توانید شعر خونید؟ کنی مرحمت. ربای مکار در حیلم دار همیشه جوید ترمه تیار لبلبوی قم می آرد ریسفن لبلب داروس گفته خیردمند زنگ نخستین باشد گوارا روشن نماید دلهای ما را. کنی بید باز با حرف که مرحمت. کتابی پودپند باشد گوارا روشن نماید دلهای ما را. با حرف آ. خیلی کم شده است در کوههای سربلند از کارش دست کشد هر انسانی خیرتمند مادر گنج قیمت است هستیش غنیمت است خرد مادر بدانیم هر کسی با قیمت است ژورنال سیلفین مقصد گنج است گنجش میدانیم بهای 5 است. به نهایت خوب. فکر میکنم کفایه است ها. بینندگان گرامی البته رستم با همه حرفا شعر میدونند ولی فکر میکنم که همین قدرش کفایه است زیرا سوال و جواب تا حال ادامه دارد و لحظه های جالب برنامه در پیشند. از این رو با برنامه انگوبین و تلویزیونی با رستم بودن را فراموش نسازید. رستم شما حساب کرده می توانید؟ بله. کنی حساب کنید؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اکنون برعکس از 10 تا 1 حساب کنید کنی؟ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. به نهایت خوب. میگفتید که 1 سال از چند فصل عبارت است؟ از 4 فصل عبارت میباشد. از 5 فصل. از 4 فصل. چی رو حساب کرده ایستادید؟ این خلقنی با خلقنی کلارکنی دوا. با چی می شود؟ چی می شود؟ جوش ده مچ میونی پیتزا می شود. شما نقشه پیتزا رو کشیده ایستادید ها؟ گرسنه شدید چی؟ پیتزا رو در کجا میخورید؟ پیتزا رو در خونمون. 1 سال از چند فصل عبارت است؟ از 4 فصل عبارت میباشد. کنی 4 فصل سال رو نمبر کنید؟ زمستان تا بیستان چیرما بهار. اکنون چی کار کرده ایستادید رستم؟ فوکس ماکس کردم. چی خیلی فوکوس ماکوس؟ اخی برای که من 3 دفعه فوکس ماکس میفورم. شما با سیرک میروید ها؟ کی رفته بودید با سیرک؟ نرفتم ولی. بعد از کجا میدونید که فوکوس ماکوس میکنن در سیرک؟ برای آنکه من در تلویزیون تماشا کردم. بعد یاد گرفتید؟ نه ها؟ حالا یاد میگیرید و درباره فصلهای سال شما شعر میدونید؟ بله. کنی خونه؟ تیرمای زنیسا شدم جانت قطار حلقه های قروا خندد پولی تیلا جامعی بعد زرین لومال سر زرین شتاب نکن زود نرو کم دیگر مهمان شو. آفرین.
باز درباره کدام فصل میدونید؟ درباره زمستان میدونید؟ تو چگونه زمستان نه برف است و نه باران، هوا صاف و به غبار، روا آبکی جویبار، آفتابکی شد نور، نور میپاشد اینقدر، چرا نمیبارد برف یا خودش ندارد برف. درباره بهار کنید. بهار آمد گلی سبزن قطار آمد، بدرقان وقت قار آمد، بهاری لازازار آمد، بهار آمد به نکروزی، بچین گلهای نوروزی، گوشتاقی زردوزی، بهاری گل نچین آمد. آفرین. درباره فصل تابستان کنید شعر گوید. تابستان فصل گرما، فصل گلوم میوه‌ها، فصل سیاحت، ایام استراحت. آفرین. یعنی درباره همه فصل ها شعر میدونید ها؟ میگفتید که کدام فصل با شما بیشتر پسند است؟ تابستان. برای چی تابستان؟ برای آنکه تابستان میشود آب بازی میکنم. شما آب بازی میکنید؟ در دیگر فصل ها آب بازی نمیکنید؟ من برای آنکه زمستان یخمالک بازی، بر تابستان آب بازی میکنم. آفرین. در فصل تیرماه چی کار میکنید؟ در فصل تیرماه مادرم به من انگور، سیب، انار میچیند. به همه معلوم است که در فصل تیرماه حاصل غنداشته می شود ها؟ و به شما از انمان حاصل میوه های بولذت میارن و شما میخورید ها؟ بله. یعنی در 4 فصل سال شما مشغولیت خود را دارید ها؟ بله. کدام میوه به شما؟ اکنون چی کار کردید؟ قورباغه. یعنی این صدای قورباغه بود ها؟ بله. بیاید کنی درباره حیوان ها گپ میزنیم. حیوان ها با چند گروه جدا میشوند؟ با 2 گروه تقسیم میشوند. کنی کدام گروه ها؟ حیوان های خونگی، حیوان های وحشی. حیوان های وحشی کدام هایند؟ گرگ، روباه، خرس، باز شغال. شغال. شیر نیست؟ شیر. شیر هم حیوانی وحشی است ها؟ بله. آفرین. اکنون میگفتید که خود رو به مثل شیر کرده میتوانید؟ یعنی با شیر تقلید کرده میتوانید؟ بله. کنی اوه شیر چگونه است؟ من ترسیدم راستی. خب شیر همین خیلی گنده است؟ شما از کجا دیدید که شیر این خیلی است؟ شیر برای آنکه آدم را میخورد. در کجا دیدید؟ باغ حیوانات. یعنی با باغ حیوانات رفته بودید ها؟ بله. اکنون کنی با مثل گرگ اولاس کشید کنی؟ آفرین. خب خرس چگونه آواز دارد؟ خرس رو هم دیدید؟ بله. آفرین. با مثل میمون آواز برآورده میتوانید؟ آفرین. خب بیاید من با شما یک قرصک دیگر میزنم ها. اکنون بیاید با حیوانات خانگی میگذاریم ها. حیوانات خانگی کدام هایند؟ گربه، سگ، بوز، گوسفند. آفرین. باز بره، باز گاو. خیلی خوب. کنی با کدام آنها تقلید کرده میتوانید؟ گربه. کنی؟ گربه‌تون خیلی نازک بوده است نه؟ آفرین. کنی با سگ چی تقلید کرده میتوانید؟ بله. کنی؟ آفرین. بوز چی؟ آفرین. خب گاو چی؟ همین خیلی پس تکک آواز میبرارد. گاوی شما پس گپ میزند؟ گاو گپ نمیزند. چیکار میکند بعد گاو؟ گاو صدا میبرارد. و مثل خوک آواز برآورده میتوانید؟ بله. این چی شد؟ ماشین پالتسکی. ماشین یاری تجلی و ماشین میلیتسه. خیلی خوب. باز با آوازی چی تقلید کرده میتوانید؟ با آوازی ماشین. بی 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 بی. آفرین. باز با چی تقلید کرده میتوانید؟ سمالات. کنی سمالات چگونه؟ در سمالات فقط آواز شمال، صدای شمال به گوش میرسد ها؟
اکنون همه چی رو تقلید کردید هم این چی شد؟ شمال. شمال. آفرین. رستم شما اینقدر خوب تقلید میکنید، شعرها رو خوب از یاد میکنید، خوندن میتوانید، نوشتن میتوانید. میگفتید که در آینده کی میشوید؟ دکتر. برای چی دکتر؟ آدم‌های کسل میشوند. من آن را تبابت میکنم. یعنی بیماران رو شفا میبخشید ها؟ بله. برای دکتر شدن ما باید چیکار کنیم؟ باید بیشتر کتاب خوانیم، حرفا را بشناسیم، فنهای بسیار آموزیم. چیستانگویک میکنیم؟ بابای؟ چیستانگویک. مرحمت. چیستانگویک میکنیم؟ کنی با من چیستان گفتن میخواید؟ بله. مرحمت. 100 تا چیزی هست؟ 100 تا. الک من میدونم. مرخصری تکی زمین. سبزی؟ بینیش نیست، روش هست. نمیدونم. فانوس. فانوس. آفرین. خب باز کنی؟ خوب بینیش هست، بخلشکه ندارد. اکنون این چی شد؟ این رو با فکرم این چیزان رو خودتان ایجاد کرده ده؟ برای این چیزان رو دروغ نیستن یا دروغ نیستن. خوب کن جوابش رو گوی دروغ نباشد. چاینیک. چاینیک. آفرین. بینیش هست، بینندگانی عزیز، بکلشکن ندارد. انا این چیزانی نه، شما نیز از یاد کنید. خب بید من با شما یک چیزان گویم. بله. باور دارید که جوابش رو گردونده میتوانید. در یک حوض دو نوع آب، یکی در دیگر خوب. ساعت. نه. آب در آب چی باشد؟ حوض گلاب چی باشد؟ آتش زند یخ کند، در این جواب چی باشد؟ جواب چیتونی من چیست؟ اون رو هر سحر میخونیم، بیریان میکنیم، میجوشانیم. درونش یک زرد دارد کو یک زردی دارد. باز یک کمک دیگر اون رو مرغ به ما میدهد. تخم. بله. شما تخم نمیخورید؟ برای چی؟ برای آنکه من اون رو دوست نمیدارم. بینندگان گرامی، رستم تخم را دوست نمی‌داشته است. برای همین هم جواب چیستان را دیرتر یافتند. آفرین. در آخر برنامه چی گفتن میخواهید؟ میخوام که از سرود بخونم. خب مرحمت رستم. تاجیکستانم در بدر جانم، تاجیکستانم در بدر جانم، دست گیرم تو بخت خندانم، دست گیرم تو بخت خندانم. جاویدان عشقت در نهادم جاست، جاویدان عشقت در نهادم جاست. کوهات از سنگ، سنگ طلاست، کوهات از سنگ، سنگ طلاست. تا جان باقیست کبکی مستم من، تا جان باقیست کبکی مستم من. شیشتا خانم شعر روی دست من، شیشتا خانم شعر روی دست من. آفرین. یک قرصک بلند برای رستم ها. و رستم انا این تحفه زیبا با شما برای اشتراک فعالانه‌تان. رحمت. با شما پسند آمد؟ بله. آفرین. بینندگان گرامی، در همین جا میرسیم با فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما علی اجازه برنامه اطمینانی کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خرسف و صاحب استعداد با مانند رستم و دیگر قهرمانان برنامه انگوبین بس زیادند. و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میداند و نوابسته به خردسالی خویش یگان هنر و مهارت مخصوص دارد و یگان داستان را از خود نموده است، پس برنامه انگوبین معرفگری استعدادی اوست. نشانی ما شهر دوشنبه کوچه شهرآسیب یک تلویزیونی بهارستان. تا دیداری نوبتی در برنامه انگوبین.